ما اینجا وایساده بودیم یهو دیدیم مامورا رو چند نفر گفتن 5 نفر رفته داخل، یه شلیک کردن، ما حتی یکیشون دیدیم از اینجا زدن به قلبشون خورد، همینطوری افتاد زمین. بعد دیدیم اینجا گذاشتن داخل ویلچر بردنش داخل بیمارستان. این ساکن تهران حادثه تیراندازی به بنای پارلمان ایران را نقل میکند که روز 7 ایون صورت گرفت. بنا به گزارشات در این حمله 8 نفر کشته شده و 10 تن دیگر زخم برداشتند. ماموران امنیتی به محل حادثه شتافتند و راهها را بستند. به گفته یکی از وکیلان 3 مرد مسلح با کلاشنیکوف و دیگری با تفنگچه حمله کردند. یکی از حمله‌وران خود را در طبقه 4 بینای پارلمان ترکانده است. خبرگزاری تصنیم میگوید که 4 نفر را در داخل پارلمان گروگان گرفتند. افراد مسلح و بمبگذاران مرگ طلب همزمان مقبره آیت الله خمینی را هدف گرفتند و مقامات گفتند که حمله ها کار دستی تروریستان است. گروهی به نام دولت اسلامی با نشر بیانیه در اینترنت مسئولیت حمله ها را بر دوش گرفت. به گفته مطبوعات ایران کمش 3 حمله‌ور به مقبره آیت الله خمینی حمله کردند و سوی مردم تیر انداختند. حسین هاشمی شهردار تهران گفت که یک بمبگذار مرگ طلب خود را ترکانده است و بقیه را ماموران امنیتی دستگیر کردند. حمله ها در تهران 1 ماه بعد از آن صورت گرفت که حسن روحانی سیاستمدار معتدل در انتخابات روز 19 می پیروز شد و دور دوم ریاست جمهوریش را شروع کرد.